آخ ببخشید دیر کردم. این چند روزه خیلی درگیر بودم و اصلا نفهمیدم چطور گذشت. وایسا ببینم. یعنی مشق جلسه قبل رو هم که قرار بوده انجام بدی و تو تلگرام برای من بفرستی تا چک کنم انجام ندادی؟ راستش یادم رفته بودا، ولی درس‌ها رو خوندم. راستی چطور میتونم بگم تمومش نکردم؟ فکر نکن نمیفهمم داری بحث رو عوض میکنی. ولی خب گوش کن. برای گفتن کاری که تو گذشته انجام دادی، برای بیشتر فعل‌ها کافیه آخرشون ایدی اضافه کنی. مثلا I finished my homework. و برای منفی کردن فقط didn't رو قبل از فعل میاریم و خود فعل رو ساده میگیم. I didn't finish my homework. پس چرا وقتی دیدنت رو آوردی، فعل رو دیگه ایدی نذاشتی؟ این یه قانون مهمه. هر وقت یکی از شکل‌های فعل دو مثل دو، داز یا دید تو جمله بیاد، فعل اصلی به شکل ساده میاد. چه تو جمله مثبت بیاد، چه منفی، چه سوالی. برای همین میگیم I didn't finish my homework. نه I didn't finished my homework. یعنی میتونم از دید تو جمله مثبت هم استفاده کنم؟ آره، برای تأکید. مثلا I studied yesterday. یه جمله ساده. ولی اگه بخوای تأکید کنی که واقعاً درس خوندی، میگی I did study yesterday. آهان، چون شبیه پرزنت سیمپل هست، برای سوال بله خیر هم باید بگم Did you study English before class؟ آفرین، دقیقاً همینطوره. بذار چند تا سوال WH هم امتحان کنم. What did you do last weekend? Where did you go last holiday? When did you visit your friend? How did you return home? عالیه، دقیقاً همینه. فقط یادت باشه بعضی فعلا با اضافه کردن ایدی گذشته نمیشن و باید شکل گذشته‌شون رو حفظ کنی. به اینا میگیم افعال بیقاعده. مثلا go میشه went، eat میشه ate، come میشه came. ای بابا، اینطوری سخت میشه. نه، نگران نباش. پرکاربردهاشون زیاد نیستن و راحت حفظ میشن. اصلا فایل لیست پرکاربردترین افعال بیقاعده رو تو کانال برات میذارم. راستی در مورد هو چطور باهاش سوال بپرسم؟ سوال خوبیه، ولی برای امروز کافیه. جلسه بعد کامل در موردش صحبت میکنیم. این سری تنبلی نکنه و یه متن راجع به کارهایی که تو نوروز گذشته انجام دادی برام بنویس و یا کامنت کن یا تو تلگرام لینگورا برام بفرست تا بهت در موردش نظر بدم. راستی، کلی تمرین اضافه توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام لینگورا گذاشتم که بتونی حسابی مسلط بشی. اگه این درس برات مفید بود، حتما لایک کن، کامنت بذار و سابسکرایب کن تا جلسات بعدی رو از دست ندی.